سلام. امروز اومدم با آموزش معروفترین و خوشمزه ترین غذای شمالی یعنی اکبر جوجه. بهتون قول میدم اصلی ترین رسیپی اکبر جوجه همینیه که من درست کردم. آخه میدونین دیگه من شمالیم. برای درست کردن یه اکبر جوجه فوق‌العاده کافیه اول از همه مرغ تازه باشه، جوجه باشه یعنی 700-800 گرمی. وسط نصفش کن، توی ظرفت قرار بده، به ازای هر یه جوجه یه قاشق چایخوری نمک اضافه کن. بعدش با آب سرد روشو بپوشون و درشو بذار و 24 ساعت بذار توی یخچال. بعد 24 ساعت تو آبکش بذار، یه دور آبکشی کن و بعدش با دستمال تمیز حسابی خشکش کن. قابلمه‌تو پر روغن کن. بعدش شعله‌شو زیاد کن، داغ که شد جوجه ها تو توش قرار بده. 20 دقیقه نیم ساعتی طول میکشه تا طلایی شه. بعدش یه قالب کره بنداز، شعله‌شو کم کن، درشو بذار روی دم کنی، بذار 4-5 ساعت بذار بپزه. بعد 4-5 ساعت خوشمزه ترین و لذیذ ترین اکبر جوجه دنیا رو داری. نوش جان.